صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 3: رستاخیز آریانا و نفوذ دولتداری و تمدن الینی، اصطلاح اسکندر مقدونی و تلاش‌های استقلال خواهی مردم باختر و سغد. در نهایت کار محاصره 2 ساله باختر از جانب انتیوخ سه آغاز می‌یابد و در بین حریفان گفت و شنید دور و دراز شروع می‌گردد که اساساً راه و روش دیپلماتی داشت. از آثار پلیب یک پارچه خیلی مهم محفوظ مانده است که در تاریخ با نام تهدید یوتیدم مشهور است. یوتیدم با انتیوخ سه سازش بستن را برای آن مهم می‌شمرد که در سرحد لشکر بیشمار کوچمنچیان ایستاده است که برای هر دوی آنها خوف دارند و اگر آن جاهلان از سرحد گذرند مملکت بیشک استیلا می شود. بعد گفت و شنیدهای طولانی سال 206 پیش از میلاد بین سلجوکیان و دولت یونانی اساس باختر معاهده صلح بسته می شود که موافق آن یوتیدم عنوان شاهنشاهی را نگاه می دارد و سرپرستی دولت سلجوکیان را اعتراف می نماید. در پایان این سازشنامه صلح دمیتری نام پسر یوتیدم با دختر انتیوخ سه خانه‌دار شده این رابطه دوستانه را تقویت می‌بخشند. از افتش سازشنامه صلح یوتیدم و انتیوخ سه نظر به صلح میان سلجوکیان و پارت‌ها افضلیت داشت، زیرا هم یوتیدم و هم وارثان او بعد این سازشنامه سکه زدن پول را با تصویر خود ادامه دادند، حال آنکه پارت‌ها در عهد ارتبان یک و وارثان او از سکه زنی پول خویش خودداری می‌کردند. بعد این سازشنامه یوتیدم به انتیوخ سه پیشکش بسیار از جمله فیل‌های جنگی خود را داده به هر حال صاحب اختیاری رسمی یونان و باختر را نگاه داشته است. همه این با شرافت جسارت و مردانگی محافظان باختر به دست آمد، زیرا محاصره شدید هم امید آنها را از غلبه کنده نتوانست. تلاش‌های پیدرهم پادشاهان سلجوکی انتیوخ سه و انتیوخ چهار آخرین کوشش‌های بود که برای برگشته گرفتن ملک‌های از دست رفته و نگاه داشتن نفوذ دولتداری و تمدن الینی صورت گرفت. این کوشش و مبارزه‌های وارثان سلجوکیان واقعاً آخرین شعله‌زنی شمع را می‌ماند که هنگام غروب تمدن الینی به وقوع پیوست. احیای تمدن آریایی با تأسیس یابی دولت‌های صاحب استقلال و باختر و پارت آغاز یافته فرارسی غروب تمدن الینی را تیزانید. هنگام دولتداری دمیتری سرزمین باختر از حساب تسخیر نمودن ملک‌های هندوستان خیلی وسعت یافته در عین حال با وارد شدن تمدن‌های دیگر راه می‌گشاید و در قلمرو دولت یونانی اساس باختر 3 تمدن جهانی، تمدن آریایی، الینی و هندویی پهلو به پهلو وجود داشته از تأثیر همدیگر برخوردار می‌گردند. تنگه‌های دمیتری در هندوستان پیدا شدند که در روی آنها صورت شاه با تاج و فیل عکس شده. در بعض حجت‌ها دمیتری شاه هندوان نامیده شده است. از روایت‌های تاریخی برمی‌آید که وقت دمیتری در هندوستان سرگرم هرچی بیشتر به تصرف خود در آوردن شهر و دهه‌ها بود، در باختر دولت را یوکرادیت صاحب می‌شود. دمیتری با مقابل او لشکر بزرگ می‌فرستد، اما از سبب پراکندگی عملیات یوکرادیت با 300 نفر جنگاور با آنها شباخون زده غالب می‌آید و خود را پادشاه اعظم یوکرادیت اعلام می‌کند. یوکرادیت تقریباً سال 171 پیش از میلاد حاکمیت را به دست گرفته مثل دمیتری تسخیر ملک‌های هندوستان را ادامه می‌دهد، ولی در همین اثنا پادشاه توانای پارت میتریدات یک که برابر یوکرادیت به تخت نشسته بود مضافات‌های غربی دولت یونانی اساس باختر را ضبط نموده از جمله قسمت‌های غربی سرزمین آریایی نشین ماد و بین نهرین را به حدود پارت همراه می‌کند و امپریای جهانی آریایی‌های تورانی را وسعت می‌بخشد. یوکرادیت بعد تسخیر هندوستان هنگام بازگشت تقریباً سال 155 پیش از میلاد از طرف پسرش که شریک حاکمیت بود
کشته می شود و همین طریق دولت یونانی اساسی باختر که ناحیه‌های بیکنار آسیای میانه، افغانستان و هندوستان را در بر می گرفت، آخر سالهای 40 عصر دوی پیش از میلاد پراکنده می گردد و آخرین ضربه را به دولت یونانی اساسی باختر کوژمنچیان آریایی نژاد تخاری زده به جای آن امپری پهناور کوشانیان را بنیاد می گذارند. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.